آخک وای موبیل چقدر خوبه پسر، مردیم. ببخشید معذرت میخوام. گزینه اول صدای من اینجوری نیست، الان رسما حنجرم ترکیده شده. گزینه دوم این کلاهو بذار در بیارم یه خورده مغزم هوا بخوره، الان بهتر شد. این کله کچلم به خاطر خدمتیه که الان دارم داخلشم و سربازی که وسطش گیر افتادمه. و گزینه سوم سربازی. اصلا این ویدیو و قرار اولین ویدیو از یک پلیلیست بشه که کلا راجع به سربازی خودمه. از اولین روزی که رفتم خدمت که فکر می‌کنم یه 25 روز پیش بود، چون تا الان نیومدم مرخصی بخوام ویدیو بگیرم و اینم بگم، ولی همه روزا رو نوشتم اینجاست تو این دفترچه قرمزه فعلا تا پر بشه. نصفش پر شد. بریم تعریف کنیم ببینیم که چیا بر سر من اومد و در آینده قراره چه اتفاقاتی برام بیفته. پس تویی که خدمت رفتی خاطراتت قراره زنده شه، تویی که نرفتی قراره بری بهت یه پیش زمینه‌ای قراره بدم که چه بلایی قراره جرت بدن اونجا. تازه قسمتی که ما افتادیم جای خوبیه. من مثلا افتادم نیروی انتظامی که حالا زیاد کاری باهامون ندارن، فقط یه خورده از نظر همین پنجره و نمیدونم این داستانای شکم و غذا دادن یه خورده مشکل داره، کاری نداریم باش. تویی که اصلا نمیدونی پسرا میرن خدمت چیکار میکنن، میگی آره رفته هیچ کاری نکرده و نمیدونم فلان و این داستانا، تو حتما نگاه کن دختر جون، واقعا به دردت میخوره که چه بلای بدی سر ما قراره بیاد. بگذریم. صدام به خاطر سرماخوردگیه. سرماخوردگی وحشتناک. من نه سیگار میکشم، نه قلیون میکشم، نه چیزی میخورم، نه درینکی میزنم، هیچی، ولی یه جوری الان دارم سرفه میکنم در حد این معتادای درجه آس، انگار شیره میره چیزی کشیدم بعد اومدم نشستم روی این مبل و الان دارم برات صحبت میکنم. اصلا اینجوری نیست. بدیهای خدمت رو همین اول بگم. اگه قرار فردا پاشی یک دفعه مثل من بلندشی بری خدمت و هیچ چیزی آماده نکردی، نمیدونم اعزامیه 1-5، نمیدونم 1-6، هر زمانی که هستی دارو حتما با خودت ببر. هر دارویی، سرماخوردگی، استامینوفن، کدوئین، آزیترومایسین، آموکسی، نمیدونم شربت دیفینیدرامین، کایافنزین، نمیدونم از این باریجه هستن مال گلو درد. خاطر لاکی بودن ظرفش بعضی جاها مثل این جایی که ما هستیم ممکنه گیر بدن بگن آقا به خاطر شیشه‌اش خودکشی میکنن و میزنن میشکنن خودشونو میکشن. نذارن تو مثلا ظرف شیشه‌ای ببری به خودت، داستان میشه. ساعت واچ که نه، ولی یه ساعت معمولی حتما باهات باشه که اگه نگهبان شدی که 100% میشی بتونی حداقل تایمو هندل کنی، زیاد بهت فشار نیاد، تو مخی نداشته باشی. بعد اینکه اگه پوستت سفید و آفتاب و این داستانا مشکل داری، سان اسکین ببر با خودت، یه ضد آفتاب داشته باشی بد نیست و سعی کن تا اونجایی که میتونی. من خوردم، عین خیالم هم نبود، الانم هنوز مطمئن نیستم به خاطر آبش باشه، ولی خب احتمالات دیگه، احتمال داره به خاطر آب اونجا هم بوده باشه. حالا باز من از فرمانده و اینا پرسیدم، گفتن آبش اوکیه. 3 تا از این استوانه‌های آبی هستن، تصفیه آب، چیز مرکزی یا تصفیه مرکزی‌های ساختمونا. 3 تا ببخشید این تعدادا زیاد میشه کم کم و هر دفعه یه کاتی یه چیزی میخوره. این مثلا ماسک هم داشته باش ترجیحاً با خودت، چون میری داخل یه آسایشگاه، نمیدونم چند نفرتون رفتین قبل اینکه بخواید بری خدمت داخل خوابگاه و نمیدونم دانشگاه این حرفا. آسایشگاه بهت میدن 100 نفر آدمین، تهویهش ردیف نیست اصولاً و یه نفر مریض شه به فنا میرین، کل آسایشگاه میگیرن. دقیقاً همین داستانی که برای ما اتفاق افتاد. همه ممکنه بهت بگن که آقا مسئولیت تن نگیرا، راست میگن خداییش. تو که مسئولیت میگیری تایم استراحت خودت کم میشه، از صبح تا غروب یا کلاس یا نگهبانی یا هر چیز دیگه. بعد مثلا این وسطا باید چیزام بکنی، باید اون کار یا اون مسئولیتی که داری و هندلم بکنی. این وسط میمونه 2 آدم کلیدی بعد از فرمانده و حالا مشاورش و درجه دارا. 1 مسئول حمام، 2 منشی اون گروهان، گردان یا حالا منشی یک پله بالاتر از خودت. ببین این 2 نفر معجزه ان. اصلا همون رفتن تو پادگانا اصولا سخته، بازم بستگی به اون جا و مکان داره، ولی تو این آدمو داشته باش. منشی رو هم داشته باش. منشی برات غیبت نمیزنه، کلاسا رو برات هندل میکنه، اونم که هوا تو داره هر وقت دلت خواست بتونی بری حمام. پس این 2 نفر خیلی مهمه. حالا برگردیم سراغ ماجرای من. وقتی که میلاد میره خدمت، یه دفترچه نوشتم کلا متنه، نمیدونم
ببینیم میتونیم متنش رو ببینیم. آره مشخصه دیگه. کامل خیلی نوشتم خب، ولی از روش به نظرم بخونم یه خورده ضایع است. پس خلاصش میکنم. استارت کارمون کجا بود؟ 1-4 از بچهای 1-4 قرار بود خب طبق معمول 7 صبح اونجا باشیم، ولی موقعی که رفتیم اون کارت نهایی رو بگیریم برای ورود و این داستانا، گفتن که 1-4 چون میفته جمعه شما باید 2-4 برین. یه روز ما اینجا شانس آورد، یعنی شدیم 2-4 عازم شد. 2-4 بود شنبه صبح فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. آره آقا ما شنبه صبح حرکت کردیم و ساعت دقیقاً 4 صبح شدم با خانواده رو افتادم سمت مرزن آباد. من آموزشیم داخل مرزن آباد چالوس. بعضیا بهش میگن هتل قدیمی، یه سریام بهش میگن جهنم سبز. اون 7-8 روز اول اصولا برای همه میشه جهنم سبز، بعدش میشه هتل قدیمی، ولی برای من دقیقاً برعکس بود. علتش هم به خاطر این سرما و مریضی بود. روزهای اول که همه کما میزنن و سختشونه، من چون یه دور رفتم آموزش تکمیلی و من یه دور آموزش کامل در حد مرگ دیدم عملیاتی، این خیالم خودش نبود، ولی بعدش دیگه سرماخوردگی دهن منو سرویس کرد و واقعا پدرم در اومد دیگه. بگذاریم. ماشین رو روشن کردیم، استارت رو زدیم، خانواده هم گفتن آقا ما حتما میایم. راه افتادیم تو مسیر حرکت کردیم چالوس و رسیدیم چالوس و بعد از جاده جنگلیش رفتیم جاده عباسا بهش میگن نمیدونم. از جاده جنگلی رفتیم، چه هوایی، موزیک ملایم و یه بارون نرم پودری ریز و حرفه‌ای. ساعت بود هولوش 6، من باید 7 بیدار میشدم، 6 یا 10 دقیقه به 6 دقیقاً یادم، فکر می‌کنم 10 دقیقه به 6 بود. من باید بیدار میشدم و دیدم خلوت یه 5-6 نفر جلوی در مثلا وایسادن، پسرای جوون بودن اکثرا. ماشین رو یه جای ردیف پارک کردم و بعد گفتم خب چیکار کنم، میخوابم تو ماشین دیگه، 7 باید برم. هی به زور یه ذره بخواب و اینور و اونور، خلاصه داستان‌ها. خوابیدم تو ماشین، خوابیدم. یه تایمی چشمو باز کردم دیدم کنارم ماشینا دقیقاً اینجوری قفل شدن، به شدت شلوغ بود. بعد پا شدم و ساعت رو نگاه کردم و دیدم تقریبا 7 یا 10 دقیقه اینا به 7 کار داره. بابا اینا رو پرسیدم چی شد، راه میدن؟ گفت آره مثل اینکه یه سری دارن میرن داخل. خلاصه خدافظی و اینور اونور اومدیم تو مسیر که بریم. حالا خانواده‌ای که میدیدم داخل مسیر یه مسافت تقریبا 100 متری فاصله داشتم با در پادگان. بغل کرده بودن بچه‌هاشونو، حالا یا دوست دخترشون بود یا فکر نمی‌کنم پارتنرشون بوده باشه، حالا همسرشون بود، نمیدونم مادرشون که اوکی بود. بعد پدر اینا گریه می‌کردن، بعد اشک می‌ریختن، به سر بغل می‌کردن. وای من اصلا اینجا خندم گرفته بود، داشتم می‌مردم. بعد مامان اینا رو نگاه کردم، گفتم نگاه کن اینا رو چرا اینجوریان. گفت مادر منم خودش هنگ کرده بود. گفت نمیدونم چی بگم. گفتم برو مادر جان اینا رو دلداری بده. نکنین این کارو، واقعا چرا این کارو می‌کنی؟ تویی که بچه‌ت قراره پاشه بره خدمت، این قراره بره دهنش سرویس شه، این قراره رسما به فنا بره. اون تو دقیقاً روزی که میخواد بره اون داخل یه جوری اونجا رو میسازی واسش که انگار الان رفت تو سرشو میبرن. اینجوری بهت بگم رسما این گریه کردنه که تو داری جلوش بغلش میکنی، گریهش میکنی و دلتنگی میکنی، اصلا چیز خوبی نیست. فقط و فقط داری مثلا بهش یک بار پالس منفی بهش وارد میکنی. میگیری چی میگم؟ ترجیحاً این کارو نکن لطفا. انرژی مثبت بده فقط بهش. میدونم سخته، خودم درک میکنم واقعا، با اینکه پدر نیستم، واقعا اینکه بچت بخواد بره خدمت خیلی سخته، ولی خب از اون سخت‌تر اینه که تو اینجوری بخوای باش برخورد کنی. حالا کار نداریم. ما رفتیم داخل، اینا رو رد شدیم و رفتم داخل و بعد یه فضایی بود که پدر و مادرها جمع بودن، یه درجه داری هم حالا دقت نکردم داشت براشون صحبت می‌کرد. بعد دوباره یه گروه دیگه از درجه دارا و کادریا و اینا اون طرف‌تر وایساده بودن. بعد مسیر اصلی ورودی پادگان رو بسته بودن که به خود دو قسمت در داشت. یه خورده اینور نگاه کردم، اون تو رو نگاه کردم، مثلا بچهای جوون کسی نیست موهاشو زده باشه. من خودم موهام بلند بود، مومو نزدم، وقت نکردم این حقیقتش مومو بزنم. روزای قبلش که سر کار بودم، دقیقاً روز قبلش جمعه هم که بچه‌ها ما رو بردن کوه، دمشون گرم، دیگه تا غروب واسه فرصت نشد. رفتم اینور اونور و این داستانا. یه دونه از این دژبانا برگشت گفتش که هی پسر اینجا چیکار می‌کنی؟ سربازی؟ گفتم بله، نمیدونم کجا برم. گفتش که بیا ببینم، بیا برو داخل، چرا اینجا وایسادی؟ چشم. اومدم و کنارش رد شدم. فاصله‌ش هم دقیقاً اینقدر بود، این ورودی که گذاشته بودن، اینجوری به زور از لاش اینطوری زیگزاگ رد شدم رفتم و بعد رسیدم به این دره رو. هر چی نگاه می‌کردم میگفتم خدای این همه خانواده این بچه‌ها کجا رفتن؟ فرستادنشون تو نفرستادن. هی بریم جلو مثلا یه 8-10 قدمی این دره اصلی که شدن، دست چپم دقیقاً این وری از صحنه. خب نگاه کردم دیگه، چشم افتاد دیدم که ای ماشاءالله یه چیز حدود 300 نفر آدم رو زمین نشستن. بعد منم گفتم خب بچه‌ها همه اینجان دیگه. رفتم سمتشون، منم نشستم تو اون جمع. حالا این طرف داشت بالا صحبت می‌کرد که آره این کارو نکنه، اینا ممنوعه، اینا نمیدونم
سیگار و فلان چیز تیز و این داستانا نیارین، مواد ممنوعه. خلاصه این داستانا چیزی که بولترین قسمت ماجرا این بود که بخشنامه جدید برامون اومده، ما رو از ورود هر گونه اغذیه و نوشیدنی و این داستان ها ما رو منع کرده. دوستانی که با خودشون غذا آوردن میتونن اگر خانواده‌هاشون هستن ببرن به خانواده‌ها تحویل بدن، بقیه هم زحمت بکشید همینجا میل کنید و چیزی داخل نمیتونید ببرید. بعد منم چقدر خوشحال بودم، گفتم که خب خدا رو شکر که چون مامانم می‌خواستن غذا بدن، بیسکویت ببرن فلان ببرن، همه میبرن و از قدیم میبردن و داخل برگت نوشته که با خودتون غذا داشته باشین. نه من آره اینا. خلاصه نه موافق شد. خلاصه خوشحال بودم از این قضیه. بعد گفتم خب کسی فکر نمی‌کنم چیز خاصی آورده باشه، بیسکویت و این داستانا. یه دفعه دیدم یه نایلونی یکی یعنی اینجای منو زد. بعد برگشتم نگاه کردم دیدم که یه نایلونی اومد. میگم این چیه؟ داد بهم و گفتش که بگی خودت بخور بعد بقیه هم بده بره. بادام هندی و فندق و پسته و تخمه که اصلا نداره توش، دست در نکنه. دوباره از اون طرف یه مشت گرفتم، نایلون رد کردم، از اون بر شکلات اومد. آقای شکلات بردار بده بره. شکلاتو گرفتم دادم رفت. اون طرف دورتر جمعیت زیاد بود، اون طرف دورتر دیدم یه نفر یه کیسه قشنگ، یه کیسه اینقدر نونکوهی و قطاب داره پخش میکنه. البته این به ما نرسید. قطاب داره اون حجم اون قسمت رو کلا اون طرف داشت هندل میکرد. یکی دیگه یه نایلون گردو داشت همینجوری دست به دست داشت میچرخید. اصلا یک وضعی بود اونجا که بهت نگم. بعد گوشی رو دادم خوش بود که گفتم خب گوشی رو حداقل میذاریم همینجا، دژبانی تحویل میگیره از ما. بعد موقعی که میخوایم مرخصی چیزی بریم آخر هفته یا میان دوره‌ای، الانی که تازه اومدیم میان دوره، میگیریم ازشون از این بازی‌ها. بعد 2 ثانیه دیدم یه صف تشکیل شده به طول 50 متر، نزدیک 100 نفر آدم داخلشن یا 200 نفر آدم داخلشن. بعد من هنگ کردم گفتم که دهنت سرویس، این صفو اگه الان اینو دارن تحویل میدن 4 روز دیگه هم باید تحویل بگیرن دیگه. پشیمون شدم. درجا بود رفتم بیرون، گوشی دادم خانواده، گفتم بگیریم ببریم. میخوام چیکار کنم، گوشی نداشتم. خلاصه اینا گذشتش و رفتیم. مرحله اول تمام شد. بالاخره دیدیم که دونه دونه دارن راه میدن داخل فضایی که مثلا برگه‌ها رو از ما میگرفتن. اومد نوبتمون بشه صبر کنین. همین اول کارم گفتن آقا اونایی که کد 39 هن، نه کد 39 که نه، چی گفته بودن؟ اونایی که محافظ رزمن بمونن آخر برن. که بعد متوجه شدیم اونایی که تتو دارن هم جزء محافظ رزمی ها حساب میشن. حالا میشه گفت تقریبا 70-80% نه همه ولی 80% بچه‌هایی که تتو دارن اصلا تتو رو به عنوان مشکل عصبی مثل که در نظر میگیرن. سعی کنید تا قبل خدمت تتو نزنید که بازم شانستونه دیگه، همیشه به اون شانس بستگی داره. بگذاریم موندیم و ما هم آخرین نفرا بودیم دیگه. با چند تا از بچه‌ها خود بالاخره تو این تایم آشنا شدیم. یکیشون مهندس بود، همین دور و بر خودمون مهندس ساختمان و این داستانا بود. عمران ارشدش نمیدونم سازه بود چی بود. یه دونه دکتر بود که مهر نظام پزشکی داشت. بعد بالا 1-2 نفر دیگه از بچه‌ها آشنا شدیم، رفیق شدیم. بعد اومدیم بریم تو، دیدیم که میگن آقا سامانه قطع شد. هیچی. حالا دوباره نیم ساعت بشین و اینور و اونور تو اون گرما. خلاص رفتیم تو این برگه رو دادیم، با کیو آر اسکن کرد اسم ما رو، یه برگه کوچیک انقدی بهمون داد. رفتیم مرحله بعد پزشک ما رو دید، گفت آقا درد و مرضی نداری؟ گفتم نه والا اوکی ام، زانوی خورده درد میکنه، تاندونه از قبل در رفته بود این داستانا. گفت اوکی مشکل نداره برو مرحله بعد. رفتیم یه 7-8 تا صندلی جلو بود، بعد یه چند تا حاج آقا و اینا هم نشسته بودن روش. بعد ما هم نشستیم پشت سرشون، دیدیم همه دارن این چیزی می‌نویسن. ما هم نشستیم پشت سرشون و یه برگه‌ای به ما، یه دفترچه‌ای به ما داد، گفت اینو پر کنید. اومدم اولش که خب مثلا این تیکه اینقدر بالاش راجبی آپنج بود، اینقدر بالاش راجبی اطلاعات خودم بود، بعد پایین یه چیز عجیب غریب نوشته بود مثلا ارکان و فلان، ارکان نماز و این داستانا. بعد من هر چی داشتم فکر می‌کردم که خدایا این جواب اینو چی بنویسم. بعد هیچی به ذهنم نرسید، گفتم ولش کن دیگه، این خودش حتما داوود چیز پرسش و پاسخ دیگه، نمیشه تشریح من جواب بدم که، شفاهی احتمالاً. تحویلش دادم و سوالات شروع شد. سوال اول تشهد سلامو بخون. منم همیشه سر این تشهد مشکل دارم. رفتم سلام امام حسین رو دادم، یه سلام میدن داخل زیارت عاشورا. بعد گفت نه آقا نه اون نه، یکی دیگه اینوری میه، مسیرش این طرفی. همون. خلاصه بعد دید مثلا اولی رو من یه خورده گاف دادم، دهن ما رو سرویس کرد. غسل چجوریه، ترتیبش چیه، نمیدونم رکوع چیه، سجده چیه،
قرآن بیا بخون، یه دونه قرآن داد دست من گفت قرآن بیا بخون، نمیدونم 3-4 تا کار دیگه هم گفت بکن و ما همه رو انجام دادیم. خدا رو شکر از بقیه سربازان بیرون اومدم. تو برگه نوشت قبول حسین. برگه رو گرفتیم و رفتیم به نفر آخر نشون دادیم و مهر زد و رفتیم بیرون. دوباره نشستیم، دیدیم که یه صف، یعنی 3 تا 4 تا صف طولانیه برای بازدید بدنی و بازدید وسایلی که همراهمونه و این داستانا. نشستیم 2 تا از بچه‌ها دیدیم نوشته کربلا، یکی نوشته رشد، یکی نوشته حسین. خلاصه از این داستانا داشت. گفتم خدایا کی به کیه، کجا به کجاست، ما که هیچی سرمون در نمیرفت اصلا. گذشت و یه ذره رفتیم جلو، نوبت ما شد. بعد دیدیم که کیفا رو بیاریم بیرون، بریزیم بیرون. بعد من که اومدم جلو، هر چی میومد جلوتر بعد وسایل بیشتری میدیدی. خوراکی مثلا بود، یه خورده خوراکی بچه‌ها تحویل نده بودن، یه کارتون ژیلت جمع شده بود. بعد ناخونگیرا، این سوهان ناخونگیرا خودشون سوهان دارن دیگه، ناخونگیرا سوهاناشو میشکوندن که مثلا به عنوان سلاح تیز یارو با خودشو نکشه. بعد نوبت رسید به من و بعد این ناخونگیر شکستنه رو من دیدم، قلبم خیلی درد گرفت پسر. یعنی اصلا به صورت وحشتناکی درد گرفت. گفتم آخه این ناخونگیر منو میشکنه. خیلی دوستش دارم. وسیله در آوردم و یه دونه شیشه عرق نعنا داشتم برای موقع استراحت تحویل دادم. بعد قاشق چنگال که نیاورده بودم، ظرف که نیاورده، میگم همه چی بود، قاشق چنگال نبرده بودم، تو ببر با خودت. ظرف نبرده بودم، ظرف مهم نیست، ولی اگه از این یغلبیای فلزی داری که درش بسته میشه با خودت ببر، خوبه. بعد از یه سری از بچه‌ها چنگالاشون رو گرفتم به عنوان سلاح تیز، خیلی مزخرفه، به عنوان سلاح سرد چنگال ازت بگیرن. از من مثلا موچین برده بودم که یه موقع تیری، خاری، کوفتی، زهرماری، یه موی، یه چیزی میخوای بکنی، من ژیلت نبرده بودم، یعنی ژیلت خیلی بچه‌ها برده بودن. من دستگاه تیغ برده بودم و تیغ و این داستانا. تیغو گرفتن به کنار، دستگاه تیغ خالی رو هم گرفتن از من یزیدا. گفتن نه دستگاه تیغه. میگم آجی این خالیه دیگه، این مسلح نیست اصلا، میخوای چیکار کنی؟ گرفت از من، موچینو گرفت، ناخونگیر من. وای هنوز اون لحظه‌ای که داشتینو میشکون یادم میاد و دردم میگیره. مال همه رو ناخونگیر پسره میگه آقا من 200 تومن خریدم. ناخونگیرش اومد باز کرد، آورد بالا، تق شکست. به خدا ناخونگیر منو باز کرد، آورد بالا، دید نشکست، دوباره برد پایین. این من قلبم هر دفعه این بالا پایین میکرد درد میگرفت. برد پایین، دید دوباره نشکست، ولی خم خیلی دیگه خم شده بود. بعد دیگه آورد بالا، یه دفعه دیدم بدون صدا شکست، یعنی اصلا خشک نبود جنسش، بدون صدا شکست. خیلی نرم گرفت انداختش و ناخونگیر رو داد بهم. این صحنه واقعا من اگه کارت میزدی خونم در نمیاد. خلاصه گذشت دیگه، همه رو ریختیم دوباره داخل اون کوله‌مونو. اومدم زیپ کوله رو ببندم، کوله زیپش شکست. در این حد وسیله برده بود. انقدر لباس با خودم بردم، کل بچه لباس، من فقط لباس با خودم بردم. یکی دیگه بغلم بود، الان یادم اصلا تو اینم ننوشتم، یکی دیگه فقط انواع شامپو و لوسیون و نمیدونم اسپره و بادی و انواع اقسام از این کرم آورده بود. یعنی یه گونی پر از کرم بود. تو مگه کجا داری میری؟ هوایی مگه لعنتی؟ نفهمیدم اصلا. خلاصه رفتیم تو، گذشت رفتیم داخل و بعد همون اول کار ما رو طبق اون کاغذایی که داشتیم گروه بندی کردن. ماها شدیم گردان امام حسین، اون حسینی که بود گردان بود، ما شدیم گردان امام حسین. رفتیم داخل این گردان و بعد حالا این گردان خودش از گروهان‌های مختلفی تشکیل میشه، همشون همین جوری یعنی من آموزش تکوینیم رفته بودم، دقیقا همین داستان بود. مثلا 3 تا 4 تا گروهان داره. ما شدیم گروهان ایمان که آدمای تحصیل کرده و آدمهای متأهلن. این 2 تا گروه شدن جزو این گردان، این گروهان شماره 1شون. رفتیم داخل. 2 تا از بچه‌هایی که بیرون بودن، احمد رضا و با معینم که حالا دکتر ما بود، با هم دیگه دیدیم همه افتادیم داخل همین گروهان و رفتیم تخت‌ها رو کنار هم انتخاب کردیم و دراز کشیدیم و گفتم آقا بیاین ظرف بگیرین، یغلبی بگیرین، بریم برای نهار خوردن. بعد ظرفاش هم یغلبیاش یه همچین مربعیه، بعد یه جایی حالت کاستور داره که مثلا برای آش و آش که نه، آب خورشت و این طوراست. یه مربع بزرگتر اینور داره برای برنج، یه چیز مستطیلی کشیده اینجا داره مثلا قاشق چنگال و این ترشی مرشی و این داستانا. یه چیز دیگه هم اینجاها داره،
این دقیقا من سرتا گفتم بالا پایینشو. یه مربع دیگه ای هم داره که اصلا نمیدونم کارایش چیه. من اصولا اصلا هیچ کدوم از اینا رو استفاده نمیکنم، فقط همون برنجی رو میگیرم، همه رو آب خورش میریزم روش، گلکش کندشه، حال نمیکنم زیاد با این غذایا. بعد اینکه این بالشت خیلی نرمن اونجا اصلا سلماتیه. بعد اینکه رفتیم ناهاره رو زدیم، ناهارم یادم فکر میکنم چی بود ناهار روز اول، دارم این تو صبر کن من ناهار رو پیدا کنم. ناهار رو پیدا نکردم از این تو، ولی الان دارم فکر میکنم که ناهار رو چون داخل آسایشگاه دادن فکر میکنم سویا پلو بود. غذاهای مزخرفی هم داره، حالا داخل ویدئوی بعدی میگم غذا اصولا چی است. بعد یه برنجی حالا دادن و برنجه رو خوردیم و ظرفش رو شستیم و گفتیم یه چیکار کنیم چیکار نکنیم. دیدم صدامو میزنن بیاین حالا استحقاقتون رو بگیرین. استحقاق چیه؟ با پول خودمون بهمون لباس میدن. اینجوری نیست که فکر کنی رایگان مفتیه، نه، لباس نظامی و نمیدونم پوتین هستش و 2 دست لباس و اوور و کمربند و 2 تا خمیر دندون و مسواک و نمیدونم 2 تا واکس و بورس و همون بورس و نمیدونم این فرچه واکس و بعد دیگه چی هست، همینجور چیزای دیگه. این چطور شامپو بدن و شامپو سر، از اینجور داستان هستش داخلش. بعد اینا رو گفتن بیاین بگیرین. رفتیم دیدیم ماشاءالله 20-30 نفر وایستادن شلوغ. اصلا داخل خدمت تو هر جا میخوای بری یه آب میخوای بخوری باید صف وایسی. ما هم نکردیم کارو، یه خورده وایستادیم دیدیم نه بابا این خلوت نمیشه که. گفتم ولش کن باجی. بچه‌ها گفتن پاشیم بریم. رفتیم یه خود چرتی زدیم، یه استراحتی کردیم، دوباره پا شدیم اومدیم دیدیم خلوت‌تره. یه ذره وایستادیم دیدیم آقا بار تموم شد، مثل اینکه لباسشون تموم شد. دوباره رفتیم یه ذره بگرد و اینور رو گشت و گذار بکن و اومدیم. خلاصه این لباسه رو گرفتیم پوشیدیمش و در انتهای کار دیگه مثلا لباسه رو گرفتیم گفتیم خب چیکار کنیم بریم بچینیم دیگه. خیلی یک از این کیسه ها هم دادن، کیسه هایی که سبز و سربازا رو دوششون میذارن. گرفتیم گفتیم خب بریم داخل این کمودا بشینیم. کمد اینقدره، یه وجب تقریبا میشه گفت 30 سانت دیگه، 30 سانت کمد در یه طول تقریبا 1.80 متر یا شاید 2 متر به زور. رفتیم به زور نصف وسایل من چیدم و یه ذره پوزی رو پر کردم و یه ذره مثلا طبقه اول رو پر کردم و بعدن بقیه رو نمیتونم کاریش بکنم. لباس نظامیه رو پوشیدم، وسایل خودم و کوله و این داستانا. این کوله با اصلیه رو که زیاد وسیله توش بود، تن این رخت آویز بالا، این لوله رخت آویز بالاش اومدم انداختم تن اون بندشو، بعد کیسه رو با اون آویزون کردم. اومدیم دراز بکشیم. بعد دیدم میگن آقا پاشیم بیاین شام و این دور بند وسطاست. رفتیم خلاصه شام رو زدیم. شام یه خورده تام خوب بخوایم بریم، مثل این که هنوز لیستشون مثل آدم نبود و شام کم اومد. چیزی که ته دیگ به ما رسید چی بود؟ قرار بود سیب زمینی تخم مرغ باشه، ولی متاسفانه تخم مرغ تموم شد و به جای 2 تا تخم مرغ 2 تا سیب زمینی به من 4 تا دونه سیب زمینی انقدی دادن و منم از شدت گشنگی این 4 تا سیب زمینی رو با یه دونه نون لواش داشتم خالی اینجوری گاز می‌زدم می‌خوردم و خدا رو شکر آینه دم دستم نبود، وگرنه اگه خودم تو آینه نگاه می‌کردم و باورم نمی‌شد. من تو خونه سیب زمینی رو بدون سس مایونز نمی‌خورم. سیب زمینی پخته رو حس و حال الویه بهم میده، نمی‌خورم، مثلا گلوم پایین نمیره. یه جوری اونجا داشتم گاز می‌زدم عین این قحطی زده‌های سومالی نگم واسط. خلاصه با این بدبختی گذشت روز اولمون. تهش هم که ساعت 9:30 بود فکر می‌کنم، 9:15 یادم نمیاد. روز اول خاموشی رو زدن و ما گرفتیم خوابیدیم به امید اینکه فردا صبح برنامه بهتری داشته باشیم، ولی صبحش هم هیچ برنامه درست درمونی نداشتیم. ولی از فرداش ماجرا خیلی متفاوت‌تر و خیلی دیگه خودتون میدونین دیگه. روز اول همیشه روز اول مدرسه و روز اول یارو کاری باهاتون ندارن، بعدش دهنتون سرویسه. تلفن خونه داره زنگ میزنه، دقیقاً هم زمانیه که من ویدیوم تموم شده. دمت گرم که تا آخر ویدیو با هم همراه بودی. صبر کن برم قطعش کنم. این بود کل ماجرای ما روز اولمون که اینجوری گذشت. حالا کاری نداریم، ولی از فرداش دیگه واقعا برنامه‌مون قشنگ چیده شد و دهنمون به آسفالت کشیده شد. دمت گرم که تا آخر ویدیو با هم همراه بودی. این تازه اولین قسمت بود، قسمت‌های بعدی رو از دست نده،
چون اتفاقات واقعا در و داغون‌تری افتاد. حالا قسمت یک من قرار نبود فقط یه روز اول باشه، میخواستم حداقل 3-4 روز اول رو بگم بهت تا به اوج هیجانش برسم برای روز بعد، یعنی ویدیوهای بعد، ولی نشد. یه خورده طولانی شده، همین فکر میکنم چند دقیقه است، نیم ساعت اینا فکر میکنم شده. امیدوارم تا آخر دیده باشیش. دمت گرم. اگه حال کردی لایکش کن، برای اون دوستی که مثل خودت هم بفرست. فعلا تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.